بچه این خونه سوخته این تلفن را بیه این مدل اینا بوش عجایبات بدست او آنای خگیگه بدست آنای که مقصد بگه پیکسل دوره اوگی نوشفگری چه همو بچه ها که در قچه خود بگیه نگه که نگو همین تلفن پدرها قدی بچه تخشرو باشه و خدای بزرگ به درجه همه انسان خاصتا همه گودکه که زیبا خلق کرده اگه والله در کائنات دیگه خیلی چیزی زیبا نیست یا چیزی که مخلوق خلق کرده تدانالد یا شیشه گوزی ای دستت بغلطه 4 تیکه میشوه در نظرت این خشنو میتوه سمعی پروردگار را نمیبینی این ماشینی پاتبی این مدلش عجایبات بده است تدان خدا تا همون درختی خانه تا ببین همون درخت خدا خلق کرده است ماشین چیه آخه ماشین پاتا تو بنزینش نرسی نمیره پات ای گاز بگیری میبره و انسان تو نباشه کنترلش کرده نمیشه در صورتی که خداوند هم درخت همین که خلق کرده که بیچاره خودش خودش کنترل میکنه ای تای زمین بیچاره آب میکشه خودش میگیره خودش با میبینی که بابو شوخوشه به یگون نساس کشد کرده و دو دسته نعمت میکنه حاصلت میته همین نعمتی پروردگار را نمیبینی اولا از عیب خلق آزاد شو پس به عشق غیب مطلق شاد شو اول میگه همه عیبگویی و عیبجویی را مون بعد به عشق غیب و به سمع پروردگار شاد شو هرچی بود و هست خواهد بود نیست مثل دارد جز خداوند عزیز در همین دنیا هر چیزی که بود هر چیزی که حالی هست هر چیزی که بعد میشوه همش یا مثل مانند دوره یک مقابل دوره یک چیز دوره که با خودش بهتره غیر پروردگار ذوالجلال و الاکرام هر چی را جوی جزو یا بی نظیر اوست دائم بی نظیر و ناگزیر همین حمد ثنای پروردگار را پیوسته گفتن نشانه جوانمردی است خدا رحمت کنه شیخ ابو سعید ابوالخیر گفتن حضرت همین اولا سبب هدایتی تو کشید اول شخصی که ترا تکان داد و در همین راه حق رفتی و به این درجه و منزلت رسیدی گفت من پسرچه بودم میدان بودم یک مسافر دیدم از بزرگ خرید کرده است بارش وزبینتر اومدم میگه گفتم بابا بیا یاردمت بتم من میگم خالتش گرفتم سری عرقه کردم قطعش اومده استم تا میگه سرک مسیله کرده گفت بچه جان همین از چیزا که میگم همین را حفظ کن همین را شب و روز ذکر کن شب و روز بخوان به تو حق قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر موی یک شکری تو از 1000 نتوانم کرد همین ربایی زیبا را میگه همون مسافر تعلیم داد ای همون وقت تا امروزه همین دایم وردی زبان من همین ربایی ایربی اگر تمامی موی بدن میگه اگر زبان بروره از 1000 یک شکری تو را من کردن نمیتونم اینا خدای بزرگ میگه به همین درجه و منزلت رسوندن و نهایت سوم درجه نهایی درجه ای که شکری بنده پیش خدا دیگه مقبول میگرده و خداوند میپذیرش و بنده را شاکر اعلان میکنه انبی مواظبت و علی طاعت مواظب بودن بنده بر طاعت عبادت پروردگار است دادت خداوند میخوای شکرگزاری نعمت خدا را کامل کنی نمازایی را که در ذمت فرض گردوده است بخوان روزه را که در ذمت فرض گردوده است بگی وقتی خداوند صاحب مال و ثروت داد کرد زکات ما تا پرداخت کن همه زنی را که خدای تعالی برای داده است حقش بشناس اونم بنده الله هست سبحان الله این را ببینید مواظب بدن بر طاعت عبادت پروردگار همه چیزی که شکر کامل میکنه همین مواظبت است دائم باید مواظب باشی و فرمان خدا را ببری حقیقتا پروردگار حق داره آخه حق هزاران صنعت فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است برای که همون مادر محبت کنه به تو ترا کلام کنه در قچاقش شیرت به تو ترا تازت کنه وقتی که نجاست کردی خداوند هزاران صنعت فن ساختگی است محبتی ترا در قلبی و مادر داخته است مادر سینه رحمه پس حق سابق از مادر بود هر که این حق را نداند خر بود از همین خاطر حق پروردگار ای حق پدر و مادر بالا های هر کسی حق خدا را نمیشناسه واقعا خره
انا باید مواظب طاعت عبادت پروردگار باشی. خدای بزرگ اویله را دادد، امکانات چی حتی اویلت همخوابگی کردی. مسلمان وقتی بوزن حلالی خودش همخوابگی میکنه گویا که کاری خیر میکنه و همچه صدقه خدای تعالی او را از او قبول میکنه. بعدا تو مسلمانی آخی حتی کمپیرت رفتی غسل کردی اومدی زنک پیش خوب 2 رکعت نماز شکر بخون، 2 رکعت یا نماز بخونید، هر دو نماز بخونید و دعا کنه که پروردگار رو فرزندای خوب صالح مو بده، خداوند در زندگی مو برکت بده. والله اگر خدا در زندگیت برکت نده همین مال دنیا رو همه را بیارن در خونت بریزن چی نمیشه. ولی در تجربه ما میبینیم همین را از پروردگار طلب کردن در کار. اگر تو مواظب بر طاعت خدا باشی خداوند البته میرسونه. ماشاءالله. اگه انشالله همین سال که نکوست از بهارش پیداست. این شیر بچه همون ابتدای کارش به خیره. یقین دارم که انشالله انتهاش هم به خیر میشه. خدا کنه که پروردگار بینشان حقیقتا همین دوستی و همدیگر فهمی و محبت حقیقی را برقرار بسازه. خدا کنه که غیرت همتشان بده که عبادت خدا را ترک نکنه. اصلا همین زنک برای کاری دنیا رنج آزار دادن او که مردی نیست. نه که اگر به شرطی که در عبادت خدا سرکشی کرد، در عبادت خدا تنبلی کرد، مردک 100% حق داره که زجرش بده. مجبورش کرده که بخون، نماز تا بخون، روزه تا بگیر. همین مردی که همین خیلی میکنه انشالله خداوند او را بی نصیب نمیمونه. فرزندایش میته که انشالله افتخار این خلق میشود، افتخار این جامعه میشود. قسم به الله همون عالمایی که امروز به نامش فخر میکنیم فرق نداره کی است. هر عالمی که ما به نامش فخر میکنیم امروز افتخاری همین ملت ما هستند، همینا همشون همطوری پدرای صالح داشتن و مادرای صالحه. اون گل خوشبو در مسرکه نمیشود. در یک گلشن خوب در جایی که برای شرایط فراهم آوردگی در همونجا میروید. انا فرزندی خوبم در عائله خوب صالحه هم خیلی تربیت میوه و کمال میوه. میگن چی با ما دیگه سعدی نمیشود در ما؟ برای چی در ما حافظ نمیشود؟ چی در رسیده است که همون ملت ابوعلی بن سینا نمیشود؟ با او خاطر نمیشود که همون مادرها دیگه نیستن. همون زنای پاکیزه و پاکی روزگار و پاک دامن نیستن. با او خاطر نمیشه که او پدرای به غیرت بهیمتی که قبل از زنگیری لقمه شبحانه که دیگه ترک میکردن به خاطر الله دیگه نموندن. اخی اگر حاضرم که همون پیدا شوند این خدای بزرگ میته. امتی امت مبارکه، پیغمبر خدا میگه ای امتی من امتی مبارکه، مثل نمی بارون بهاری. حتی میگه لا یدرا اولهم خیر او آخرهم، دانسته نمیشه که اولشو بهتر است یا آخرشو. اگر به شرط همین سعی تلاش داشته باشیم پروردگار بزرگ هیچ وقت ما را بی نصیب نمیگذاره. انشاءالله دعا میکنه که خداوند متعال غیرت بده جورابک جانی ما را که همیشه شاکر باشه، شکرگزاری نعمت الله باشه. خداوند از دامانش از دامن زوجش فرزندای خوب صالح عالم قاری و محب به دنیا بیاره. پروردگار بزرگ تویهای نکاحی را که مثل توی امشبه ما طبق سنت دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار میگردند سبب زیاد شدن فرزندای حلال زاده و جامع اساس به خدا قسم بایگری و ثروت هر ملت فرزنداش تشکیل میکنند. هیچ جای شک و شبهه نیست. ملت به همون فرزنداش در دنیا اعتراف داره و احترام داره. قوم را سرمایه ای صاحب هنر نیست از نقد قماش و سیم و زر. کسی گمان میکنه که ثروت بایگری ملت عالمی زلطهای زپسش تشکیل میکنه غلط میکنه. مال او فرزندهای تندرست تر دماغ و سخت کوش و چاق و چست. خداوند فرزندهای تندرست و تر دماغش بده. پروردگار در خاندانش در خاندان مهمانانش که در این محفل خیر شرکت دارن فیض و برکات و خیرات و حسنات نازل بسازه و عاقبت کاری ما را به خیر انجام بده. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین.